2 لینچه 600 تومان. 1 لینچه آرد میخرم 2 ماه میبرم. 2 لینچه 600 تومان. 200 تومان دیگه است مون. 5 کیلو روغن، 5 لیتر روغن تمام شد. الله اکبر. و گوشت در خوابش میبینن. و بچهش مکتب میروه و شلپنسی و بشناسی نمیتونه رفته. برای چیکت دوجه برای بچه وای لباس مکتبی معین کردگی. یا برای فقط میرم یا برای قانون. پرواز جا ممکن است اجا گندش خونه نیست. ریش قطعی. دانشگاه خوندن ممکنه یا که ممکن است در تاجیکستان. تو از خود ریش ایجاب گفتستی. ممکنه یا ممکن نیست. مالش در یگام دولت ممکن نیست ادی ریش برای تو بخونی. ایگا پتو گفتستی. تو دول داخل کلان شده در کجا تو میگی در یگام دولت ممکن است. با عکس میزنه که برایش ممکن است در آمدن. با حجاب ممکن است در آمدن. این خانه پدرش نیست. این تاجیکستان های کشور ما های سرقانون ما در اجازه داده که چیکار کردن مونا. یا مردم اذیت نکن یا برا پشتی کارت چه برادر. تو نه سواد داری نه فهمیش داری نه وجدان داری نه حسی مردکی داری که قبول کنی گپا. اینا ما خدم کارگاه دولت مکه ما اولی که 1200 سومون یکا کار کسم شکنه خود میرسونه زن دارم مادر دارم اپا دارم با 1200 سوم روزم پیش رفته است یکا با 1200 سومون ما یگم کس لباک نمیگیرم مکه. برادر بهروز بفرما. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. و علیکم السلام. اگه خوب هستین برادر؟ نام نشته. سلام علیکم. نام چیه برادر؟ مسلم. نام خطا یا که نام یگم کس دیگه؟ نه اکا ما نام خدمه یکا. از کجایی؟ از کجایی؟ ای تاجیکستان اومدم. میفهمم تاجیکستان. ما هم تاجیکستان از کجا کدام شهری؟ ای دوشنبه. از دوشنبه. کجا در کجای در مهاجرت یا در خانه؟ در مهاجرت. در مهاجرت. در کدام شهری؟ روسیه یا که دیگه دولت؟ لنینگراد. تو چی با دروغ میگی؟ خودت کم تر پیش گفتی که 1200 تومان معاش میگیرم. تو در کدام مهاجرت 1200 تومان معاش میگیری؟ در مسکو. خودت ما در گیجای ما در غربی. ما خوندنی در مکه. تو از کم تر پیش گفتی که من ترا تماشا دارم 2 ساعت چیز ما درمان نمیتونم. تو کم تر پیش گفتی که مردم 12000 تماشا دارد. تو چی با بلبل ور خونده استی؟ گوش که گپا گوش که. کم تر پیش گفتی که ما در تاجیکستانم مادر دارم، پدر دارم، برادر دارم، زن دارم، نمیدونم یک چند تا دیگه دارم. 1200 تومان معاش میگیرم. نمیخوام میرسونم. راست میگم. کجای وظیفه شده در تاجیکستان یک دست یعنی نبودی در استالینگراد در هندوستان در کجای روز پس میرم وطن میرم بویا که ما تو مرد نشد من خوندنی اومدم اینجا. تو واژه گفته است که بعدم میرم ما دولت 3 ماه خوندنی اومدم. 1200 تومان معاش میگیرم. تو در کجا کار میکنی 1200 تومان معاش میگیری؟ کارمند دولت 10 بار شید میگم تو. کارمند دولت 9 میلیون اهالی داره. حداقل 2 میلیون اگر کارمند دولت باشه تو چی کاری که 1200 معاش میگیری؟ من عادل اخرانه دایم. عادل اخرانه در کدام وزارت در کدام مقامات؟ من یک گپ بگم شرط هم باشه ترا بگم کیما 100% شرطه 100% دعوا کرده است که 1200 تومان قطعی نمیخواد زندگی میگین 5 نفر دیگه در برابر میخرونی. تو گپ زدی تو 1200 تومان کدام مقامات معاش میگیری که نمیخواد میخرونی؟ عادل اخرانه گفتم بود. از کدام مقامات عادل اخرانه یگون MVD تو بوزی بگو که ما بزم بگو که ما تا جان کنده هستم بزم موقع پیشتر بگو بعد مالاس رستوری به موقع تا معین کن تو جواب موقع یا در جواب بگو ما که اون صبر کن ما فهمیدم که ما شوق ندارم که تکایی بعد تو تکانه هم تکا بهتره که تکاگیشو میکنه گوش کلی تو 1200 تومان معاش میگیری تو مصرف ماهانه چقدر میشوه؟ مصرف ماهانه در اویلت چند نفره؟ آرد میگیرم بس تو در خانواده چند نفره؟ 5 نفر. 5 نفر. توی مادر تای زن بچه داره که نداری؟ مادر اولم نه ما اولم اپا 5 نفر 1200 تومان نمیخواه میرسونه ترا. اوخه به مفکوره پدر ما برای چی ای؟ مادر کم یوردم میکنه که ما در 5 بچه در غریبیه در خواهش اولم پرابلم ای. 5 بچه در غریبیه در خواهش پرابلم ای. ایجا اینم ای بی دعوا بکنی. کم درباره پدر نمیروانی می مردم پدر نداره. کم درباره این میروه که یک معاش
یک معاش یک نفر بسنده برای زندگی که بسنده نیست. میفهم چی گفتم؟ برای یک زن 1200 سوم، برای یک نفر برای یک نفر 1200 سوم بسنده یا که نیست؟ این همیشه بسنده. تو مصرف یک خانواده چند نه بعد نفی نکنی برای یک بازار داره یک بروک در ایلگان 300 400 سومون های چی صبر کن بس 80 سومون های بس تو صبر کن در یک خانواده ای که یا معلم همجا چند تا معلم رو اومد گفت من 800 معاش میگیرم 4 تا فرزند دارم. میاد چی گفتم 800 تومان. تو حساب که دل این چه ارد برای یک نفری که خودشو 4 تا فرزندش همسرش 6 نفر میشه. دایم چند اینچه ارد تنها ارد مصرف میشه. ای مرد تو اصلا پروا ارد اگر ما نداری برای چند درآمد داری. هم خلاص ما با خدا قسم میگم ما درآمد ما نمیترسم. تو کی میای تو بترسون؟ مشکل حکومت نمیدونی. تو نمیدونی که تاجیک چی کم مصرف داره یا اویلا. برای پرواش داشته. یا مصرف یا زاویست خودش میکنه یا کی دولت نمیکنه مصرف خونه. زاویست در هر یک دولت نگاه کن ای بردار. گوش که بردار. در هر یک کشوری که کمتر کشور دموکراتی و کمتر کشور پیشرفته سر یک نفر دولت حساب میکنه در ماه چقدر مصرف میشه. سر یک نفر ترا پدر تا حساب نمیکنه و بس پدر مادر نه سر نفر حساب میکنه که یک نفر تنها برای خوردنش چقدر مصرف داره. در وجه او سویت برق لباس مکتب بچه زن کودک نوبت پوده انداز زمین انداز خونه حساب نمیشه تنها برای خوردنش. و همین خاطر من دت میگم برادر کی من دت میگم که 2 ساعت چتم مردم مشغول کرده سی خود چی گفتن تا نمیدونی. یک اویله تاجر مهاجر نگاه که مرا یا مردک معلم 4 تا فرزند داره خودش همسرش 80 تومان معاش میگیره 2 ماه پس میگیره همون هر سری ما معاش نمیگیره 2 ماه پس ای تمام مغازین قرض داره. ای تمام مغازین برای چی؟ برای یک لینچه قرض برای نفسی بدش نه ما بهت میگم برای سری ماه دولت معاش وای پرداخت نمیکنه یا مو پس پرداخت میکنه قپیده پرداخت میکنه. یکم دیگه که 800 تومان در یک اویله 4 نفره یا 6 نفره کمه. برای چی؟ برای 2 لینچه ارد 500 تومان میشه. تو یک بار چشمات اوی که انصاف که تو مردک هستی 2 لینچه ارد ای مردک گوش که 2 لینچه ارد مرا گوش که خود یک گپ خودی بگم تو بفهم که هم یک گپ میگم ما یک ساعت تا گوش که یک سوال مثلا با اسم کو بیاک نه بولای فکت میرم جا اسب مردم اسب خر نیست تو مردم انسان مردم ما انسانت میگم که انسانت میگم همین جناب گفت که توی بدوی من نکنین تنظیم برای چی کنم ما سر توی بدوی من نرفته استیم ما سر یا مصرف یا خانواده در نقل کردستم. گوش که 2 لینچه ارد چند سوم شوا تو ما دب 2 لینچه ارد چند سوم شوا تو 400 600 سوم بیو 2 لینچه ارد 600 سوم یا معلم 800 تومان معاش میگیره 2 لینچه ارد خرید 600 تومش رفت 200 تومان برای چی 2 لینچه ارد میخری یک تا بسنده باشه در اویلا ای بچه وای مردک 5 تا کودک داره چخیر یک تا بسنده تیشوری یا که یگون مستی 5 کودک بای با 5 کودک 2 لینچه ارد تو مغز مویز میزنی وای بغیر زنون در خونه شی چی نست بخره تا که جا گپ زدستی 2 لینچه ارد 600 تومان یک لینچه ارد میخرم 2 ماه میبرم 2 لینچه ارد 600 تومان 200 تومان دیگه اسمون 5 کیلو روغن 5 لیتر روغن تمام شد. الله اکبر. و گوشت در خوابش میبینن و بچهش مکتب میروه و شلپنسی و شلنسی نمیتونه رفته برای چی که دوجه برای بچه وای لباس مکتبی معاین کردگی لباس مکتبی کورا میروه سیخ دوزندگی گلنیسو میخره برادر بهروز دلبگی میخره و معلم کردگی بهروز و پول مسته برادر بهروز مردم که مسخره نکن تو چای کجا پیدا شده اصلا تو بغیر از زنو بغیر میگی کی دولت اکونوم میکنه دولت اکونوم باید کنه. برادر بهروز ای بچه بگوشتم خیلی خب برادر بهروز برای گوش کنیم خیلی کار نیست اگر در اینجا نمیشود برسید فکریم سوشید که همیشه انتظاری هستیم که روان رو کنند برای خیلی اومد میبینم اینجا تو ایولا میگن نیست بلیت انا خیلی قیمت های 4,000 4,50 نویستگی
در فروش اشرف به تعاوض دارد تعاوض شرایط نمیشه بخواه قرض بگیری نمیشه که در تاجیکستان برای چی کار نمیکنی؟ توجیستان چی کار کنیم کجا کار کنیم کار نیست مشکل فروش روز یافته سه این مرای روز نمیاد نه رفتیم چی دروغ بگیم یکان جا نرفتیم کار دیجا نکردیم مثلا در تاجیکستان در کدام بخشا شما کار جستجو کردین نیافتین یا که نرخ نباشه؟ گفتم کشلاق آواز هست بهروز نیسوزی هست هست چی میکنی کم از زندگی و از بینم مگه نه جورای کار کنی مثلا در کدام بخشا شما امکان کار کردن دارین در تاجیکستان که مثلا معاش نمیرسه؟ خیلی باشه کمی کار باشه یعنی 2,500 باشه زندگی میره نه که خوز نیست هم استروی کم خیلی کار میکنی گوزی هر جور کار میکنی دیگه جور میری در روز نیست روش کار یا مخور پنج مخور نیست شکر میجدم خیلی رفتم در کار برای زندگی پیش بردم Davulca sumuş bir sötere okey. Öyle ki sumi çiz bir sötere. Ja fakat dami barış kam meşa kor mekin. این کارش نمیرفتیم Ama şey ben stroyka. Böyle moçlar ama stroyka در تاجیکستان برای چی کار نمیکنی؟ kor neyse kami yakin solcu yagon kor namiyorum. مثلا کجا رفتیم کار نمیکنی؟ Hem stroyka raftim kor namiyorum. Sonra kısmı mega ki toğuna mega. To bigar kor mekin. Yo asam başlıyor ki sol kor mekan da semo öyle namiyorum. دیگه کلیسان برای سفر ورزشی برای شما خودروز شد Bari kor verir. Bilmiyorum. Kor demiyorum. Onun zindagi پیش بریم. در تاجیکستان برای چی کار نمیکنی؟ Tuzlusu kor نیفتیم. خب شنویدی؟ راست انا که نگاه کنین اکو استری صبر که آخه یک بوره هم بلبلک در گاب میدرویا اینجا ایتالیا یم فقط شنبه بود یا اینجا که به جورا همون جایی که میگوی که یا با اختیار خودشون میرون راست یا در همون جا کار نیست میگه انا که ما گپ زنم اکا ما این همین میرم پیش این مردی کارو بخدو خواستم میبینیم شما من میخواد میتونم یه بیخچه از شکوف کنم یا دیول چی بزنم میرم پیشم میگم اکا یا دیول سریل کردن در کار میگه 50 سومو نفسی بد ابی بکار شتگیه میگم اکا بیو بریم ابیتت میتم بخدو قسم 20 سوندتم خدم شکوف میکنم شکوفی برای کارین زدن میگن نه بس تولی بس چی باید دولت تو خیلی در کوچه و بازار مردی کار بازار داشته باشه چی بخنده به ناموس تو بچه کیم کدام ملیسای حرام خری با تو برای مردی کارا موجود چی بهت میخندی یا دولت ما نمیدونی گپ میزنی اکا مشکل بچه تو یا که سر یک قانون گپ زد یا سر یک فکت بلبل واری نخون تو سر قانون گپ زن یا که سر فکتو گپ زنیم تیا چگو همون صحبت کنیم من میرم در هم از گپ همش خطیب گپ میزنم اکا سر بیو میریم پس سر قانون گپ میزنیم نه آخه گوش کن آخه تو سواد نداره که تو سیو میاری مثال تو کاردون سیو مثال میاری اودی دووردم ای بچه یک در اون پرابلم ای که ان امپلایمنت بیکاری عذابی که در درون وطنه تو برای مرا سیو دولت مسئولیت داره که بیکاری را از بین ببره بیکاری خودش مصیبت در یک کشور در نهی کشورهای پیشرفته زمانی که بیکاری به وجود میآید تظاهرات و میتینگ میشود که چرا مردم بیکار مانده شدن میفهمی اکای شروف اکاش همین گپم میفهمی همین گپم میفهمی اکای شروف نه در گپی خود میگم معناش نمیفهمی همین یک با تو ارده خورده میتونی یکا ارده خورده میتونی یکا آخه این مثال برای چی است این مثال نه نه میگم که دولت باید چوکن تامین کنه جای کار قطعا ای بیکاری ای بین بره همین خلاص